رژیم کودک‌کش تمامی سازه های پلاستیکی کاملا ذوب شده، شیشه هایی که تو طبقه اول بوده، این قسمت این داخل سمت استدیویی که تا آخرین لحظه خانم امامی اونجا داشت اطلاع رسانی میکرد، دقیقاً تو همین زاویه پشت این آبنمایی که در اینجا می‌بینیم و تمام این درخت‌های شاید بشه گفت چند ده ساله‌ای که تو این محوطه شیشه‌ای بود از بین رفته بود. می‌بینید چه آسیب جدی رسیده. این هم قطعه‌ای از پنکه و وسایل سرمایشی و خنک کننده که تو ساختمون بود همکارا استفاده می‌کردن تماماً به پایین پرتاب شده. خیلی از سازه‌های این قسمت که همونطور که عرض کردم پلاستیکی بود ذوب شده. این قسمت رو ایمان جان بگیر، اینجا پر از بوته‌های گیاهی بود، برای فضای سبز بود، کامل از بین رفت. همکارانمون تا آخرین لحظه تو این محل، دقیقاً همین محلی که خانم امامی حضور داشتن، کاملا سوخته که همچنان حرارت داره. کیس های کامپیوتر و امکاناتی که اینجا بود همکارانمون تلاش میکردن برای اطلاع رسانی، اما به تو طبقه چهارم و سمت راست و این سمت چپی که مشاهده میکنید کاملا از